شمخانی گفته ما هممون توی کشتی هستیم، همدیگه رو تخریب نکنیم. شمخانی ما کجا میتونیم با شما توی کشتی باشیم؟ یعنی برفرض با شما هم توی کشتی باشیم، تش جامون تو موتورخونه است، همون پایین از لاموشا داریم زغال سنگ می‌ریزیم داخل موتور که کشتی حرکت کنه، یعنی اونجا هم کارمون خدماتیه. ما تو موتورخونه، شما رو عرشه ای صندلی میزا گذاشتی داری آفتاب میگیرید، ای درینکام بغلتون نوشیدنی شرعی غیر الکلی خودتون. یعنی ما فقط با این شرایط میتونیم با شما توی کشتی باشیم، یعنی اونجا ما داریم به شما خدمات بدیم، شما ارباب ما رعیت، با این شرایط. حالا اگه یه کشتی دیگه منظورته که اونم ما به دردمون نمیخوره، اونم بو نفع میده، ما هم آلرژی داریم، حالا دیگه توی کشتی هم ما با هم دیگه نیستیم، حتی مال